بچه خوش اومدین به ویدیو به کانال بروکن خوش اومدین. چون اکانت ما بند شد، منظورم اکانت ما رو دزدیدن، مجبورم با این اکانت بگیرم. تا چند روز دیگه شاید تونستم اکانت رو پس بگیرم، نمیدونم. حالا اکانت رو از قبل داشتم. بعد اینکه اکانت خودم رو گرفتم بچه ها، میخوام این اکانت رو بین شما قرعه کشی کنم. لگ چرا میخوری؟ بهش لگم نزن. لگم ناموس. چون همونطور که گفتم اکانت من واقعا بند شد. این خیلی بد بودش. بند شد. اگه بدونید من تقریبا روش یه 7-8 گامت داشتم و چند تا لژندری. حالا اونا رو کنار اکانت بودش که من روش ویدیو میگرفتم. من کل ویدیوام از موقعی که یوتیوب شروع کردم اون اکانتم داشتم ویدیو میگرفتم، ولی از ویدیوها متفاوت بودش. ویدیوهای کوتاه هم الان بعضی داخل پرواز بوده. اون موقع ما داشتیم میرفتیم کیش. من این ویدیو واسه 2-3 ماه یا 5-6 ماه پیش ممکنه باشه، نمیدونم در تاریخش حالا، ولی آره هم اینجا الان صدا آرمور 200 گرفتم. ببینم اینجا کسی هست. ندیدم یه دیگه اصلا. گفتم این دیوای برباش شده. حالا اینجا انمی 2 نفر هم میزنیمشون. بازی از یاری کردم. اینجا این اول بازی منو زده بود. اینجا اومدم زدمش، کیلوشو گرفت. اینجا مثل اینکه یارش این بالا بوده احتمالا، ولی یارش به اون نیدنخه. نمیدونم یارش کجاه. من بتونم پیداش کنم. بات من گفتم حیف کیلش نکنم، ولی حالا از بحث ویدیو خارج نشیم. این رو گذاشتم برای اینکه بهتون بگم که آره من ویدیو چند روزی گرفتم با این اکانت. نمیدونم این چه اکانتیه که اومدی. لطفاً چنل ما رو ساب کنید، لایک هم فراموش نشه، زنگوله بغلش هم آن کنید تا هر ویدیو جدیدی که میذاریم برای شما اعلامش داداش